من چند روزی که دارم اخبار میگیرم، واقعا یک حادثه خیلی وحشتناکی در ماه مبارک رمضان، یک بمبگذاری انتحاری در قلب کابل افغانستان در ماه مبارک رمضان، 90 کشته، 470 تا زخمی، زن، بچه، کودک، پیرمرد، هر چی میخوان جمع بکنن جمع نمیشه. یک حادثه خونین توسط یک انسان شروری از خدا بیخبر که یه بمبی به کمرش میبنده. تو اگر میخوای آمریکایی رو بکشید برو مقابله با سربازا بکن. تو مرکز شهری که مسیر تردد بندگان خداست، تو خیابانها